خب بریم به صفحه سینگل محصولات. چه در صفحه محصولات ببینیم که چجوری، یعنی یه محصول که باز میکنیم، الان محصولاتی که اینجا هستن، خب از اینجا خارج بشم. خب محصولاتی که اینجا داریم، شما اگه دقت کنید مثلا شما یه محصولی رو اینجا نمایش، کلیک راست، کپی، بیاریم اینجا بزنیم. خب این اینجوری دیده میشه. ملاحظه میفرمایید چه مثلا میخوایم رنج خودمون باشه و کارهایی که مربوط به خودمون هست رو انجام بدیم. مثلا توضیحات اینجاست، نظرات فلان، میبینید که البته به نظر من مشکلی نداره و این آماده است، یعنی خیلی خودمون اذیت نکنیم. تمام، این آماده است، حله. فقط من میام فروشگاه رو چیکار میکنم؟ طراحی میکنم که کارمون حل بشه. برای اینکه فروشگاه رو طراحی کنید، پروداکت آرکایو همون فروشگاه رو کارش انجام میده. من اینجا میام دیگه، چون آماده بود خیلی خودمون رو اذیت نمی کنیم که قرار باشه که مثلا همش رو در نظر بگیریم، نمیشه. خیلی خوب، اینم از این. کاندیشن رو قرار میدم برای پروداکت آرکایو. اینجا اگه دقت کنید یه کاتگوری هست و یه سرچه، در واقع محصولات ما بایستی درست بکنیم حتما، که اینو دقت کنید که بعد از این یه سرچ محصولات داریم، یه سرچ مقاله ها و نوشته ها داریم. این دوتا رو باید درست کنیم که تکمیل بشه. خب اینجا مثل اون قضیه قبلی یه فاصله از بالا میذارم، اینم از بعد برید کرامپ رو اینجا میذارم، برید کرامپ. خب اینم از این که اینو راستینش میکنم، استایلش هم که این رو انتخاب میکنم و برای این هم رنج این رو انتخاب میکنم. حد تایپوگرافیش هم که شبنم فارسی ام 1.14 زیاده، 1.13 2 و این رو هم ام و 2 مثلا. خب دوباره میام اینجا تصویر رو میارم، در این تصویر همین تصویر رو میذارم، میرم در قسمت تم بیلدر، در قسمت آرشیو مقاله ها، حتی میتونم این اصلا کلا پاچش کنم، ایناش اینجا بیام یه سکشنی بذارم، بعد بیام اینجا اینو بازش کنم، دیگه کارهای اون انجام شده دیگه. فقط از این ببین، کپی و پیست. تمام. الان به جای این می‌نویسیم چی؟ فروشگاه، فروش فروش 2005 2005. خب اینم که اینجا هست، اینو ببندیم که راحت باشه. این رو یکم بیارم عقب، اینجا نمیشه اینجاست.
میشه. در طرف بندی هم کشیم بیاد عقب‌تر، چون دیگه اینجا مشکلی ندارد. در این زمین رو حلش میکنم. ببین اینجا دیده نمیشه، دقت میکنید. خب میام اینجا واکنش چرا پنهان. خب اینجا این رو تایپوگرافیش رو میذارم این به اندازه هیچ یا حتی 9 و یه چند پایین تر بعد میام اینو انتخاب میکنم. پیشرفته، واکنش چرا خاموش، طرح‌بندی و اینو به لحاظ عمودی یکم میارم بالا. و اینم که نبدی میکنیم. تمام. اینم که حل شد. برمیگردیم به عقب. اینجا فقط اینو انتخاب میکنم، اینجا میذارم، دقت میکنید. و اینجا دوباره از این خارج میشم. ببینید شما میتونید اینو انتخاب کنید، کپی، اینجا بیاید و استایل اینو به این بدهید. حالا نجرف بخاطر اینکه این متفاوته. پس شروع میکنیم کاراش رو انجام دادن. اینو ذخیره میکنم. خیلی برمیگردم اینجا و کارام رو پی میگیرم. خب طرحی که داریم برای محصول، طرح‌بندیمون بذار ببینم میشه 4 تایی بکنم. خیلی یافت نشد. خب اینو کنیم 4. بعد فیلتر رو خاموش کنیم، اینجا چیز دیده نشه. اینجا یه قسمت خالی بذارم که با این ترکیب نشه. بعد خود این حالا لیاوتش رو گفتیم از اینجا شروع بشه بره اونور. خب پیج نشین حالا مهم نیست چون 4 تا محصول الیمنت. خب استاتیوس رو از این خب میاریم کتگوری دسته‌بندی از سمت راست به چپ. دسته‌بندی رو خاموش میکنیم چون محصولات دسته‌بندی ندارد. خب میمونه تایتل رو میاریم وسط. ریتینگ رو میاریم سمت راست، امتیاز دهیم. قیمت رو میاریم وسط. حالا خب
اد تو کارت هم که همون سمت چیز بمونه، حتی میتونیم وسط بیاریم، این بشه افزودن سبد خرید. اینو ترجمه میکنیم دیگه، مشاهده محصولات select options. options یعنی حالا بذار بمونه کاری نداره. add to cart action. خب زمان که add to cart شد یه نوتیفیکیشنی به صورت پاپ آپ میتونه براش بیاد، اوپن مینی سمت راست براش یه چیز باز بشه. حل اکسترا کنیم و اینم باش کاری نداریم. خب با اینا هم کاری نداریم. ایمیز، لایت باکس، پیج نیشن، این لودمور، محصولات بیشتر. خب انتهای محصولات لودر یک فلان، با این کاری نداریم. بعد میام در اینجا خب میدیا اوورلی چشال، با این کاریم طول اینم چه حله، توضیحات نگذاشتیم، کتگوری نذاشتیم، تگ، ریتینگ خب نذاشتیم، استاتیوس، پرایس قیمتش رو، قیمت این قیمت رو وقتی نشون بده این باشد پرایس، و وقتی که قیمت از اون چیز شد یکم چمرنج باشد. بعد اینجا بک‌گراندی که براش نمیذاریم. خب بعد تایپوگرافیش رو میذارم فونت وزیر فارسی باشه عددها، و اینو 1.14 یعنی عددها یکم بزرگ نشون بده، بولد باشه. بله و اینم چه بشه 2. خب بعد سیل دیت تاریخ نذاشتیم، فقط افزودن به اد تو کارت. خب اینجا افزودن به سبد خرید. خب بک‌گراندش رو این بذاریم و رنجش رو هم این بذاریم، البته این بذارم رنجش رو، الان میگم چرا. خب این رنجش، اینم چه، اینم از این. خب بعد سایه نمیخواد، ما ویش لیست اینا نذاشتیم برای این، چون بایستی حتما اونا رو بذارم که کسی مثلا خواست اینو چیکار کنه. الان اینا رو انجام میدم. خب میرم اینجا از این قسمت لیاوت elements ببخشید، اینجا 2 تا کپی میکنم. خب اینجا میام اینو انتخاب میکنم ویش لیست. خب چه اینو به صورت نوتیفیکیشن باز کنه تا یه لینک جدید. خب به صورت حالا این هست، افزودن به علاقه مندی ها.
حذف از علاقمندی ها. خب که اینجا هست دقت میکنید رنجی که برای این هست، این رنجش رو انتخاب میکنم. خب یه بار هم اینجا میام اینو کمپیر یعنی مقایسه. خب این چه جدید باز بشه. خب مقایسه محصول، حذف از مقایسه محصول. خب اینم هست. بعد میام اینجا و قسمت ویشلیست. خب این رنج رو اضافه میکنم. حالا این رو اضافه نمیکنه فکر کنم. اینو من کپی کنم نگرش دارم. خب یه جایی باش کار دارم. یعنی کالر این رو، رنج این رو قرمز انتخاب میکنم. بک‌گراندش رو حذف میکنم. خب این موقعیت متاسفانه نذاشته. این رو نگه میدارم باهاش کار دارم. خب تمام. الان اینجا از همون قضیه استفاده میکنم. خب هاور چی میشه این؟ تمام. خب خیلی خوب اینم هست. ای کاش یه چیز بود اینا می اومدن با این قسمت قرار می گرفتن موقعیتشون. اینجا این انتخاب میکنیم حد این وسط این قرار میشه. ببینید چه این سمت راست بالا ایناش حل شد. و بیام در مورد اینم هست. اینها رو گذاشتیم. بعد بیایم اینجا و اندازه اینا رو یکم بزرگش کنم.
تایپوگرافی اینم 20. تمام. انتشار اینم از این. حالا برمیگردم اونجا، من این قسمت رو تموم کردم، برمیگردم و جستجوی محصولات رو ایجادش میکنم. خب اینجا پروداکت پروداکت سرچ. خب اد کاندیشن، اینجا میایم روی سرچ محصول میذاریم اینا رو. خب میام این کار انجام میدم. خب گوش کنید اینجا رو، اینجا خیلی مهمه. میام همین آرشیو محصولات رو باز میکنم در یه برجه دیگه. اینجا خب کاری که انجام میدم فقط به اینجا یه فاصله میدم، چون قسمت جستجو هست، خیلی چیز مهمی نیست. بعد میام اینجا یه کانتینری درست میکنم. حالا این رو خب میام همین رو کپی میکنم، کپی. اینجا اون رو پیست میکنم، چسباندم. این از این. خب در قسمت لیاوت، یعنی این، خب اینجا برای چیز محصول اینو میذارم current query، یعنی اونی که جستجو میکنیم همون لحظه نشون بده. خب و حالا با اینا کاری ندارم، میام در قسمت پایین لیاوت، با اینا کاری ندارم. خب در قسمت الیمنت هم نگاه میکنم دونه دونه. بله در الیمنت ها این ویش لیست و این کمپیج رو جدا میکنم، یعنی نمیخواد اینا، فقط میخواد مثلا طرف جستجو میکنه ببینه این محصول هست یا نه. خب از مثلا شریف شما، یا حتی مثلا میتونستیم چیکار کنیم اونا رو حفظ کنیم، مثلا جستجو کرد اون لحظه بله بزنه مثلا چیز کنه، بزن اینو پس پاچ کنم، چسباندم. خیلی خوب این بمونه، چون یه لحظه جستجو میکنه اینو میبینه، اون افزودن به علاقه‌مندی ها، بعد اینجوری مثلا در نظر میگیریم دیگه. پس من اینو انتخاب میکنم، میام اینجا این رو روی current query قرار میدم و تمام. ما بقیه کارها باهاش کاری نخواهیم داشت دیگه. تمام. این صفحه جستجوی محصول ما طراحی شد. خب حالا اینجا هم که بالا و پایینش به هر حال هدر و فوتر هم هستش، تموم شد پیکانش. میام بعد در صفحه آرشیو مقالات هم چیکار میکنم، اینجا خب جستجو، حالا یکی رو انتخاب کنم، پست سرچ. کاندیشن این رو قرار میدم جستجوی سرچ ریزالت. متوجه شدید؟ خب حالا جستجو بر اساس نویسنده، جستجو بر اساس تاریخ، مثلا صفحه تچ محصول اینا رو میتونستیم درست کنیم. حالا من فقط اینو اینجا ایجاد میکنم. اینا ریشه های کار ما در طراحی سایت هستن که اینا در رو دیده نمیشوند، اما وقتی که اینا و فهرست ها جدا درست شدن فلان، در عرض چند لحظه سایت خودش رو نشون میدهد. خب اینم از فاصله گذاری ما. حالا میام اینجا اینو انتخاب میکنم، از اینجا برمیگردم عقب، در قسمت آرشیو و
آرشیو مقالات رو باز میکنم. این رو انتخاب میکنم، کپی، اینجا پیست میکنم، چسباند که دیگه نیاز نباشه این همه کار رو از اول انجام بدم. دوباره این رو انتخاب میکنم، در قسمت پست ها داینامیک رو میذارم روی سی. ببینید current query، خب چه به حال ببینید جستجوها داره نگاه میکنه و چیزی یافت نشده، اونا نشون داد. خب حتما دقت کنید که این رو current query چه انتخاب میکنیم، اینا حتما دقت بذارید روی current query. حتما من از این بعد که این رو انجام دادم در لیاوت این رو 2 ستونه میکنم چون برای جستجو هست. خب و اینکه میام در قسمت فیلترها رو خاموش میکنم. خب این فیلترها یعنی اینایی که اینجا هستن نیازی ندارم، اینا رو خاموش میکنم و عرض به محضر شریف شما اینا رو کنترل کنیم که به هر حال این فیلترها رو از اینجا برمیدارم که نیازی ندارم. تمام. الان شما جستجو هرچی انجام بدید این براتون نشون داده میشه و کار تمام هست و من برمیگردم از اینجا خارج میشم. هم جستجوی نوشته جستجوی محصولات کامل شدن. خب اینم که اون قبولش کردیم، در واقع صفحه تچ محصولیمون رو کار تمام هست. خب و اینجا ما در واقع طراحی قسمت های اصلی سایت که تکرار پذیر هستن اون رو انجام دادیم. حالا من میام در قسمت نمایش و قسمت فهرست های 3 تا فهرست باید ایجاد کنم. خب اون کارا رو ان شاءالله در فیلم جلسه بعد انجام میدیم و سایت رو جمع بندی میکنیم.